امروز تولدمه. یس. من صابونمو خوردم. الان میخوام برم تو این دفتری که بعضی وقتا تو ژورنال مینویسم ببینم سال پیش بر تولدم چی نوشته بودم، چیزی نوشتم، داستان از چه قراره. سال پیش من سر تولدم مریض شده بودم، آنفولانزا داشتم و خیلی حالم بد بود. بعد همون روزم یه امتحان میان ترم داشتم. میدونم خیلی دیره ولی خب امتحان میان ترم داشتم و مثلا مریض بودم با مثلا چند تا استامینوفن اینا، سعی کردم سردردم و تبمو کم کنم و لااقل بتونم امتحان بدم. بعد از نظر روحی هم خیلی چیز بودم، رو مود اوورسینک و افسردگی و اینا بودم. بر همین مطالبی که سال پیش این موقع نوشته بودم اینطورم که ساعت دیواری تو چرا بیداری، برای کنچان. خب سعی کنم امروز حس خوبی داشته باشم و خودم رو خوشحال کنم. منتظرم که استرنجر سینگز قسمت 5 و 6 و 7 فصل 5ش امروز صبح اومده. منتظرم که زیرنویسش بیاد و امروز میتونم بشنم 20 قسمت رو با آرامش ببینم. امروز جورایی تنها روز با آرامش کاملمه، چون که دیگه این هفته که خب دانشگاه، بعد میفته تو فرجه ها، بعد این هفته میدونه امتحان دارم، بعد دیگه فرجه میفته و بعدم پایان ترم، یعنی دیگه قشنگ میره تا اوایل بهمن که دیگه امتحانات پایان ترمم تموم شه. بر همین امروز باید قشنگ استفاده کنم و لذت ببرم. بالاخره استرنجر سینگز با فایل زیرنویسش اومد، دارم دانلود میکنم با کیپد 1080 قشنگ لذت ببرم. بعد برم تیرامیسومم قاچ کنم، بشینم پای کرسی ببینم، بخورم و کیف کنم و آره دیگه بریم. رفتم قهوه‌مو آماده کردم. استرنجر سینگز هم 3 قسمتی که اومده بود و کامل دیدم. الان ساعت 4:40 است و نمیدونم دیگه خواهم چی کار کنم. احساس کنم بیشتر از روزم پر میشه با این 3 قسمت استرنجر سینگز، ولی خیلی زود تموم شد و برای قسمت آخرش هم بعد تا 11 دقیقه صبر کنم. نمیدونم الان میخوام واقعا چیکار کنم، ولی میخوام سعی کنم فقط تو جام نخوابم و دیگه همش سرم تو گوشی باشه، یه کار حداقل کوچیکی انجام بدم. برای همین شاید هم بشنم که برنامه بچینم برای دوره الان امتحاناتم، یعنی این دیگه تا اوایل بهمن این تنها ولاگ چیله منه دیگه، بقیه‌اش همش درسی و ایناست، چون میره تو پایان ترم و فرجه ها این داستانا. برای همین شاید برای اونها که برنامه بچینم. نمیدونم، ببینیم چی میشه دیگه. بذار شل کنیم با حس و حال پیش بریم. Let's go. خب من دیگه نقاشی کشیدم همینطوری، ولی جدی نقاشی با آبرنگ برای من حداقل سخت تره. من هیچ کدومش اونقدر خوب نیست، ولی دیگه آبرنگ خیلی برام سخت تر بود، ولی پوینت اون چیل بودن و این مدل چیزا بود که انجام شد. بعد نشستم کومان دیدم امروز. کومان ویدیو داشت با خانم کره و خیلی باحال بود. خانم کره جدی خیلی
اکتیو و باحال بود، دوست داشتم. و دیگه همین، تولد بنده امروز به پایان میرسه و مرسی که این ولاگ رو تا آخر تماشا کردید. امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید. بوس به کله هاتون. فعلا خدافظ.